بیانیه نیروهای پادشاهی به مناسبت مراسم بزرگداشت والاگوهر شهریار شفیق و شاهزاده علیرضا پهلوی 14 دی ماه، دومین سالگرد درگذشت دلخراش شاهزاده میهن روانشاد شاهزاده علیرضا پهلوی، سالگرد به ابدیت پیوستن نهالی از انسانیت که در 44 سالگی دوری از میهن کاسه صبرش را لبریز و او را به سوی وداع با زندگی برد. آری، همگی ما از مرگ می ترسیم، اما او که مردی از تبار خدمتگزاران و میهن دوستان بود به مرگ لبخند زد و مردانه به مرگ گفت: عمری به اسارت تو بودم ای مرگ، لرزان ز اشارت تو بودم ای مرگ، امروز خوش آمدی صفا آوردی، مشتاق زیارت تو بودم ای مرگ. ولی ای کاش که او هم همچون ما از مرگ می هراسید و زنده می ماند و وجودش قوت قلب ما می بود. آری، شاهزاده علیرضا و همچنین پسر عمه ایشان والاگوهر شهریار شفیق از اندک گلهایی بودند که بوی تداوم فرهنگ و تاریخ پر افتخار پادشاهی را می دادند و با رفتنشان آهی سوزان در دلها انداخته و در سرمای زمستانی اسارت و درد گلزار محبت را تهی گذاشتند. میهن پرستانی که آرزوی سفر دوباره و خدمت به وطن را در قلب‌هایشان می‌پروراندند، اما زمان و دلتنگی آنان را فرصت نداد و ابدیت آنان را به سوی خود طلبید. امید است که باورمندان به فرهنگ و تاریخ کهن و والای شاهنشاهی این یاد و خاطره ها را فقط برای تسکین درد خویش زنده نگه ندارند، بلکه با نشان دادن بیداری خود در جستجوی نطفه اتحاد برای رهایی میهن باشیم. ما باورمندان با نثار اشک‌های خود میثاق خود را در ادامه راه این جانباختگان و همه دیگر جانباختگان راه آزادی تجدید نموده و تا سرنگونی جمهوری خودکامه اسلامی و بازگرداندن هویت ملیمان به میهن آرام نخواهیم نشست. روح و روان بزرگشان شاد، پاینده ایران و هویت اصیل ایرانی. جنبش سیاسی اجتماعی پیروان مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم، انجمن پادشاهی ایران، پرچمداران انقلاب مشروطه ایران، جبهه نجات، سربازان ایران آریایی، گروه فرهنگی سیاسی ایرانپاد در هیوستن، ستاد هماهنگی مرزداران میهن، سازمان مشروطه خواهان پادشاهی پارلمانی ایران، سازمان زنان ایران، سازمان رستاخیز نوین ایران.